خوش اومدید اکای اونال. همه شما رو انتظارم. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کردی اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنه. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جان، داماد شیرین نری من. شیرین جناب، در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میدهد. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من اونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان، اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روح مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم، تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین، من در جونی اصل من، تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده، چی زحمت ها کشیده، کی میدوند؟ بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم، اما حله اونال جان، به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حله لبای بابا جان، اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت، برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان، دل همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم، اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم را از پیدا کردن آن راز کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را که دزدیده بود؟
وقتی که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است. وای یک شخصی با سند سر و کار داشته، یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است، یعنی یک دزدی صنعتکاری مشهور. بله. برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته، نه خود نگیرم، البته گرفتم. برای قیمت بها بودنش دزدیده است. معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله. بابا جون، رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم. دیگرش مهم نیست. شوهری قهرمانی من. فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت. چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالی ایست جواب دهد. آنگاه به خانه‌اش میروید. بله گوش دارم. نه جانم، این خیلی نیست. گریختن آسان است. یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشن. دوست ها بسیارن. یکش رو که دستگیر کردن دیگرش چی؟ برای بخطری میگویم. برای بیخطریش گوی؟ با تشبوس تو اونال جان جانم. برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر. به فکرت این نقشه خوب بود؟ تو این نقشه فکر نکن برادر. این رو نقشه کلتاکلس میگویم. نقشه های من گوش خر را میجنبانند. همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسونشک است. با در درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهایمون برباد رود. نه شوکت برادر، راحت باش. کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده، جواب ده. با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموشید؟ اکا آروم شوید، خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستی؟ ای چنگیز، تو چخل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چخل پیدا میکنی؟ گپ زن. نمیدونم. تو چی را میدانی ادار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پاس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ دفع شوید. پدر جان، دستتان رو ببوسم. انشالله از این روز اعتبارا داماد راست قول راستکارم. حلی را دیگر نمیرنجاند. آقای اکرم، من حلی را هیچ گونه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتاکلس نمیمرد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این به وی چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتاکلس مرده رفت. بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش شو. من هیچگاه حلی را نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر. جانم. آپا جون. مالش که فرو. خیلی آپا جون. تا بازدید حاله جون. زنک جانم. انا ببین. دیدم. من نگفته بودم. ببین چه خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامون ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نره قیس انگلیس شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی، او را از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گو که اگر بخشش باشد کم بودی. خب کن این گپا رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگردوندیم، هم خانم حله رو به شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چیکار میکنیم کیلاس؟ چیکار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود و نمیخوریم، از وی خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. کو بگو چیکار کنیم؟ حالا میبینیم. سراسیمه نشه راهش رو میابیم. شکر خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چیکار کنیم؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکم درد کرد. خودت رو به دست گیر شوکت. اپا جون بیا اپا جون جونی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چی خیلی ینگه جان دمت رو گیر. به خدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. داملای عاشق. یه دمی پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواهری اپاش، من زود با اینجا آماده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. رسم رو که یافته از نام من روان کرده باشد این چه خیل کار است؟ باجی هم دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمی کنم. تمام. میرش خیر. رو بخونم تو بزدید. قریب آمد شوکت، قریب. چرا میکنی؟ دمت را گیر. تمام. ای شوکت میمیری که بینیت رو تازه کنی. سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر. میروی؟ تصمت رو مخ میایم پنهان شو. خیر تا بازدید با میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اولی بکنه بمرن دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا من سر باید نکن. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. وزیر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم، ببخشید. ای خدا چونون نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. برادر چی کار میکنی تو؟ در جایت نیست. با خوبی تسلیم شد. سرده هم میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. برادر تو چی کار میکنی؟ باید میکنی. اگر شما ادوکت نداشته باشید سود برایتان ادوکت پیدا میکنند. بیشترم چوفا. برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غارت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گبزن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه را نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کودک خیال میکنی؟ ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی؟ بیا سر ویران نکن. تمام. من خب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردار ادنا یه چیزی نمیگویم. دیوانه. گب نداری ها؟ شرم. نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دستی یک کلاس نقلده برادر. کبزر اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم. یک دوست عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردار امو چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانه نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چک گوش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سو شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. بگید که صغیره میکنه. عقلم نمیگیره سردار. تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت رو خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پرشور غلطیده است. میبخشی پرشوری اوچت غلط دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا هر دیمان پلیس بودیم همین خیلی است. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبتی؟ با خدا سردار شما برج خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم. از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای؟ بی عقل چور چشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استا نگوی. این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گبزن. بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو کم گوش میکردی ها؟ آدمان کنعان را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. بیس سردارم برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلاس جان وقتی که تورد میکنی همون محصیات را کشیده پایهات را بشو خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها رو دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی منم. مفاصل آخر خب کرده میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گازنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها رو دیدم که در تن لباس ندارن و بسیار لباس رو دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خی سخن بود بچه‌ت هفته شب سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور به همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ یه بخدا نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در و بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیث چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو ششته به مسجد جامعه را، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کن. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان رو از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخوان وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم. یک بنری کلان میکنم مینویسم کلاسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا. زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخونم. ببخشید فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم. خانم زهرا حتی دعا هم نخوندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلال رسانی گناه عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلال رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلال رساندم. من قرآن قرائت نمیکردم. چی کار میکردید؟ خانم برای امر معروف روز جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولا این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون رو قدر عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه شکر زیاد. شما برای چی اومده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولا رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزدم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روح مادرم رو به یادم میآورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. بله. دامولوزی یک چیز را از شما پرسم. مرحمت. روح گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند، یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ به نزد مادرانمون. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرگ رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو باشیم. مهم که رسم رو یافتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نزدم آمده نمیتواند، ولی هر وقتی که آن رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میآورم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتون پیش از مرگ برای شما از خودشان آن رسم را همچون خاطره مانده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر، اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی و تو عاشق نشود، من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. با تو اگر عاشق نشود، من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت شین، من کارم بسیار، با من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخواهم. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدنی رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبیه که درد دارد. حاضر اکه کنون به خدا در کجا و چقدر بودم این رسم را نمیدانم. درد آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکه کنون. گپ زن. جدی نمیدانم، یعنی جدی نمیدانم. نخود که من دانم و با شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکه کنون در حقیقت نمیدانم. قسم که من نمیدانم، به خدا که من نمیدانم. چند بار گویم که میدانم. اینی نمیدانم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خونه میبر اومدم که دو کس با سیلا مرا داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم مرا میکشم و من مجبور گفتم. بزوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغی سیاه. زاغی سیاه؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگوید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده و نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه‌های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. با گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن نوشته شده و استوار و نور درخشان و چراغ تابان و فرمان آشکار کننده فرستاد.
تا شک‌ها را نابود کند و با دلیل‌های روشن استدلال کند و با آیت الهی مردم را بپرهیزاند و از کیفرهای الهی بترسد. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. تا باز خدا از شما راضی باشد. از شما راضی باشد. تو چی خیلی ترسیدی؟ ака охир ту он одамро надидаи мисли дев буд, ранги ҳайвон буд, яъне бисёр қади дароз дошт, сараш ба осмон мерасид. бароям омад, маро ҳама хел қабид, ҳама хел қабиду миён ҳама хел сахт ҷиқиду бардошт. дар ҷоя чӣ? маро бардошт, бахшиш, фикр кун, маро бардошт, тобам ин хел гирифта ман боло бардошт. ту маро ба шашми кам набинака, ман машқ кардагиам, беқувват нестам, яъне чӣ нӯшиданамро намедонам, лекин ба фикрам камтарак шароб нӯшида будам, барои ҳаминам камтарак қоилам шудам. ба худо агар шароб наменӯшидам, ҳаргиз ба онҳо қоил намешудам. мардакам ман охир. дар рӯяш ниқоби сиёҳ дошт, мисли человек паук буд, қаҳрамон. ҳамин медиди аз қафо ҳамин хел зебо метофт, бардан қадбаланд. ба худои зоғи сиёҳ қари миёнам мешикаст. ман зоғи сиёҳ ҳамин чашмонамро пӯшидам, кушодам ки ҳамин зоғи сиёҳ гум нест, нобуд шуд. او چه خیلی نابود شد؟ چه خیلی نابود نشده است؟ ها؟ دیگر چیزی نگفت؟ دیگر چیز گفت. گفت یک چیز گفت. زهرا گفت چه خیلی زهرا رو زدی؟ همین رو پرسید چه خیلی زهرا رو زدی؟ گفت زهرا. چه خیلی زهرا پیسرم؟ چه خیلی زهرا؟ تو مگر مرا مسخره میکنی؟ زهرایش کیست؟ زهرا کسی است که از خانه اشون این رسم رو دزدیده به سرش یک تا زدم. اون دختر زهرا نام داشت. با فکرم زهراش همان دختر است. همان. پیسرم کی رو زده است با من چی؟ من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای. زهرایش کیست؟ اما همین خیلی گفت زهرا رو تو زدی گفت. او رو زدی گفت. پیسرم کی گفت؟ گفتم کو زاغ سیاه. چینگیز لبایکه زاغ سیاه مرا دیوانه میکند. کایوه از حیاتم گم شده باشد. این دیگر زاغ سیاه است. آن زاغ 15 روز پیش مرد. او را فراموش کنید. یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید. اطاعت سردار. رسم را هم چینگیز. با چشم سردار. چینگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم اینی نگاه کنی کمترش نمیگیری؟ تو همه در اومده یکون چیز میفهمیدی؟ بیتورت به مسجد چخیل در رویم برادر. به خدا شکر عجایب آدم بوده. آقای ایرج لباید عمرو همدردی هم رو قبول کنید. یزنهتون مرد. زیر خاکش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم. خدا رحمت کنید. استاد اگر اجازه دهید از شما یک سوال پرسم استاد. بله اجری من تو رو انتظار بودم. استاد میگوین اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا بیرو، آیا این گپ درست است و این کار جایز است؟ عجب سوال هجری. جواب رو با دقت گوش کن. پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شطه زده گذر. چرا؟ چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر. نویس. خدا از شما راضی باشد استاد. آمین. رفتم. روزتان بخیر استاد. پیشک سیاه رو شطه زده گذر. خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رویم؟ بسیار مسئله مهم را فهمیدیم. رفتیم یگان پیشک سیاه رو یافته و رو شطه زده گذاریم. به خدا بسیار زیبید. بسیار دختر زیبا هستی. خوش رو بودنت رو میدانستم اما در حقیقت دختر زیبا بوده ای. تشکری زیاده پایتولی. به من گوش کن. این گردن بند با تو بسیار زیبید. گیر این رو به تو هدیه میکنم. به من؟ من این رو قبول کرده نمیتوانم. چرا قبول نمیکرده ای؟ تو بیگانه نیستی. تو هم اعضای اویلمون هستی. به خدا من در حیرت ماندم.
در این لونچوی سرخ زیبایش مرا کشده. اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان. یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. آخر من به مادرم چی میگویم؟ هیچ چیز گفتن در کار نیست. این بین من و تو پنهان خواهد ماند. عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم. چقدر که دوست میداری یاد کرده ای؟ با اشتها جان. بسیار یاد کرده بودم. در نبودنت باره نخورده بودم، چون که همیشه تو رو یاد میکردم. دیگر من رو ترک نکن گلم، من به تو حالی زور دارم. نمیروم، غم مخور، شوهر قهرمانم، دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونال از تو یک چیز پرسم. اون دوست کدوم دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره. حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید، تو غم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو دزدیدن؟ جانم یعنی با گفتن چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم، برای پول دزدیدن. هی اونا من با زور از تو گپ گفته ایستادم. کو فهمون چقدر دزد رو دستگیر کردی؟ حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک میکرده بودی؟ اینیه برای همیشه نامی کلتاکلوس رو گرفتن ترک کرده بودم. حاله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر، وای آدم مرده رفت. مالش دیگر نمیپرسم. حاله عشقم اکنون من پرسم؟ بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم، تمام. یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم، دلم رنجیده بود. برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی، بسیار قهرمانی کردی، بابایم رو راضی کردی. یعنی این بسیار رفتاری خوب بود، هیچ فراموش نمیکنم اونم. ای چی نگاه میکنی؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسی انتخاب کنیم. سلین وقتی که ازم رسم را روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم. بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خرسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خرسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم را مییابد. بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به 2 ملا زیاب آورده داشتم که او امام مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً، وگرنه شرمم می آید. 2 ملا زیاب بسیار انسانی خوب است. به زمین این قدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت را گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار. اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. 2 ملا زیاد در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب. وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمی. یعنی عجبو به دامولاها چی پسند باشد. ایستو اینترنت رو بینی.
به دوملوها عجب با چی پسند باشد. سیلین سفسطگویی رو بس کن، چی خیلی اینترنت ها. دوملو هم کارو براش مثلی هم است. او هم مثلی من و تو یک انسان عادی است. محکم کن. درست. این نمیدونم، پس مثل عشقان به معشوقت باید توفه کنی. زهرا، یک خیسکی کلان گرفته توفه کنی اگر بسیار زیبا می شود. بسیار زیبا می شود. یک تویم تو رو دوست می دارم گویم. بعد بوسمش چه خیل. نه نمی شود. آدم خطا فکر می کند، باز فکری بد نکند. نه نمی شود. آی البته که نمی شود سیلی. بسیار سفسطه نگوی. وقتی که خیسکی کلان توفه کردی او چه خیلی می فهمد. اینترنت رو بین. دیدی باز مرا گوش نکردی. بیا بینیم. یعنی زهرا جان، وقتی که گپ زدم خوب شده است. بسیار گپ نزن سلیم. نویس. می نویسم. به دوملوی مسجد چی ها خوش می آید؟ به دوملوهای مسجد چی ها خوش می آید؟ کو بینیم. یا توبه بخیر است آقای خلیل، در رو شکستین. دوملا یک مسئله عاجلی برآمد. یک کس را نکاح کردن در کار. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشون کجایند؟ آنها نکاحی رسمی کردن. آنها را نکاح دینی کردن در کار. مسلمانی نکاح. نکاح مسلمانی؟ ها دوملا. همین هایند؟ یافتی دوملا. آقای خلیل، اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می نماید. اگر پگو این دختر رو پرتفته رود پس چی می شود؟ من با این گناه شریک نمی شود. من نکاح نمی کنم. اما دوملا با شبهناک بودن او چی کار داره؟ حق طبیعی کاره بود که حقم رو می دین. پس این خیلی بید بخیر باشد. مبارکتان شود. تشکر زیاد دوملو رحمان. استاد، من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمی شود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد این رو فهمید؟ بله. آفرین هجری. بعضی ها رواز، بعضی ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست، یعنی از من نرنجید نمیکنم. دوملو التماس به حال ما رحم کنه. برادرم دوملا نکاحشون کن، جفتی زیبندن. ولی نکاح نمیکنی میرن بعد به نکاح. گوش کن شوکت، حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر دوملا. دوملا جان، اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چه دخترک خوشرو که عین شوکنی شه. دوملا التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل، یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل، با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می آمدن نکاح میکردم. اما من به این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهیدن؟ دوملا این دختر رو من میشناسم، پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو به یک آدم ثروتمند بدین. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزنند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید دوملا. عائله دختر از کفوی نهایان گفتید؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیب من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت. اینها رو به درون در تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین بدروی. دوملا حاضر من میرم. سومشبه در مسجد رشل میکنیم. تمام اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم آید. حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد دوملا. خدا راضی باشد. سلامت باشید دوملا. شب خوش. هجری توکلتون به خدا. در آمدیم بچه‌ها. درا شوکت درا. مثلا کتاب های دینی توفه میکنیم. چی میگویی؟ نمیدونم که
دوملوزیو بسیار کتاب دارد یا ندارد؟ این خیلی نمیفهمیم. چرا؟ این چه خیلی است؟ ماننده هدیه رسمی است. آنقدر نه هم؟ زورو جون فقط گب میزنی. هیچ چیز هم نیفتیم. موچل دوملو چی باشد؟ من نمیدونم سلین موچل دوملوزیو چی است؟ آدم موچل شوهر شوندهش رو نمیدونست است؟ نگفته بودی که یک رو خوب میشناسیم. تمام فرصت شود از او میپرسم. نه یعنی اگر موچلش رو میدونستی از روی اون هدیه انتخاب میکردیم. مثلا موچل شعر و چیزهای دوست داشتش، ساعتی مکانیکی، ترزوها باشن، منطق رو دوست میدارن. با دوملو زنگ زده موچلش رو پرسی چی؟ روزی تولدش رو بگوید من موچلش رو زود میابم. با خدا سفسته نگوی سلین. در این شب چی خیلی زنگ زنم؟ و هم آدم دیندار به موچل باور ندارد. چرا جانم؟ آدم دیندار است گفته موچل نداشته است. به فکر ماهی است. از کجا فهمیده عجبا که ماهی است؟ چون که موچل بسیاری آدمان دیندار ماهی است. بله حاضر میبینیم. آدمی که موچلش ماهی است چی هدیه رو دوست می‌دارد؟ سلین باور دارم که یگان بار در انتخاب هدیه خطا نکرده ای. این خیلی سفسطه رو بار اول میشنوم. بله پسرانم، نکاح رو شروع میکنیم. پیش از آغاز کردنم یک چند سوال دارم. پیشتر از این یگان نکاح دینی کرده بودید؟ نه دوملو. پس بار اول است گویید؟ بله دوملو. پس این طور باشد یگان بار در نکاح شاهد بودید؟ نه دوملو. دخترم چرا تو چیزی نمیگویی؟ اگر یعنی تو راضی نباشی میتوانی از این نکاح دست کشی؟ گپی ندارد؟ نه دوملو، من او را دوست میدارم. دوست میداری؟ خیر این طور باشد مجبور میشم نکاح کنم. در نکاح باید هر دو طرف راضی باشند. چی گفتی اجری؟ در نکاح میگم استاد هر دو طرف باید راضی باشند. اجری تو یکم بار کسی رو نکاح کرده بودی؟ هیچ نصیبم نشده است استاد. خوب پس بیا این نکاح رو تو بکن. راست میگوید استاد. راست این نکاح رو تو میکنی. خدا از شما راضی باشد استاد. دوملو این کار غیر امکان است. پسرم من همین جویم و البته که نکاح کردن هجری رو نظارت میکنم. اگر خطا کنم اصلاح میکنم. من شوکت شاهده. کنی سر کن. نمانسو گذر شوکت. شما با این طرف گذرید؟ بیا دوملو ایس گذر. من باشم در این طرف. این سو گذری. اون سو. آخی من ایدر شما نمیبینم. خوش آیا شما تهارت کرده اید؟ نکاح اصلا ای بچه توقید کجله نکاح رسانه شد؟ سرم را درد نکشم. توقش سوز کردم. زهرو بیا یک سلای زیبا گیریم. وای آدم سلاش رو عوض نمیکنه. یکی عوض میکنه. این رو بینی قدر زیبا است. زیبا است لیکن به دوملوزیو میزیبیده باشد. زودتر یک تاش رو انتخاب کن با او هدیه کنی. ای زورو به همه چیز بهانه میکوبی. بهانه. چی گپ است زورو؟ چی میخندی؟ کجایش خنده است؟ دوملوزیو اگر این را پوشد چی میشده باشد؟ قانونی سلطان سلیمان میشود. تو باشی ملکه زیبا میشوی به خدا. البته. پادشاهم این هدیه به من بسیار خوش آمد. لطفاً این را قبول کنید. برای تو پسند بودن سلطانم و نزدیکی به من کنیزک‌های زیبا و جوان می‌آورد. چی فکر داری؟ هیچ پسندم نیست. به من وعده داده بودید که من بعد به کنیزانتان نگاه نمی کنید.
خانم سلین زود به اینجا بیا. لبای سلطانم تو شاهد بودی که سلیمان به من وعده داده بودند که دیگر به کنیزان نگاه نمی کند. به شما البته شاهدی میدهم، لیکن یک شرط دارم. چی شرط؟ آن وزیر ابله را باید جزا دهید، یگان جزای سخت. تو این کار را به من گذار. محافظان سری وزیر را از تنش جدا کنه. نه پادشاه هم مرا نکشید. پادشاه هم قربانتان شوم. به حال من رحم کنید، مرا ببخشید. من حالا جوانم، از 100 گلم یک گل نشکفته. ببینید حتی در رویم یک سوخچه نبرآمده. مرا نکشید که حیف میشوم. پادشاهم به خانم سلین اگر بار دیگر نزدیک نشود عفوش کنید. حاضر در نزد شما به خدا قسم خورد. خدا بزنم دیگر سلین نگاه نمیکنم. وجدان سالم اگر یک بار دیگر سلین جون نگاه کنم، این همی اچکیام هم میگیرم، کرکرانه میگردم، یکی سلین نگاه نمیکنم. نپرزورو، یعنی کاش که از وی لوینت خلاصی میافتم. باور کن خیلی خرسند میشدم. اون طرفش رو خودت حل کن جانکم، از من همین قدر. بسیار جامعه دراز بوده است. زورو چی میگوی؟ دیگر هدیه ها رو ببینیم. سلین یافتم. تسبیح هدیه میکنیم. هم بسیار ضرور است، هم به دنبالو هدیه خوب است. فکری خوب؟ این دور باشد به من میدهی؟ اگر یکم جایش نفهمه باشد میتوانی از من پرسی. خوب، پس جواب ده. یک آدمی بای پیش از مرگش به نزدیکانش چی میگذارد؟ میراث. آفرین فروخ. پس باز یک سوال دیگر. اگر پسر آن ثروتمند فکر میراث پدرش را نکند، از نبیره‌هایش سر کرده دامادهایش و هم به باوری آن آدمی ثروتمند در آمده باشند، پسرش از آن میراث چیزی گرفته میتواند یا نه؟ نه. چی سفسطه میگویی؟ مگر در سکنور چنین سوال ها هست؟ در اصل تو چخیل آدم هستی فروخ. اول شوهر شونده زهرا به باوری پدر در آمد. حاضر باشد شوهری حله رسم رو یافته به باوری در آمد. چخیل باوری تولین تو دانی و خدا میراث پدرم به همون میرسد. اونم پلیس است، البته که رسم رو مییابد. فروخ وای آدم در دستش اونقدر ثروت دارد، در جای تو کسی دیگر می بود برای آن ثروت چیکار های نمیکرد؟ حیاتم، هر چیزی که من دارم از آنی تو هیچ چیز نداری، همه چیز به نام پدرت است. باز همون گپ ها تولین. بله فروخ، باز همون گپ ها. پیسندت نامد؟ بیهوده مادرم تو رو بی عقل نمی گفت. حیفی عمری جوانم. من برای تو حیف شدم فروخ. تو از حد گذراندی تولین. هرچی نباشد من مرد هستم، ناموس دارم. تو اولش مرد شو، بعد فکر ناموسی مردیت رو کن. خواب رو شبی خوش گفتم. نه یعنی با من گپ نمیزنی اکنون. هم گناهگار است هم ناز میکند. گپ نمیزنی گپ نزن. اگر تو با من گپ زدن نخواهی من با تو تماما گپ نمیزنم. تماما جوگهت رو جدا کن.
عقل تو نمیرسد ای مادر جان، همه لباسیم رو تل کردی. نباید در پس در ایستاده ما رو گوش میکردی. چی سفسته میگویی؟ من گوش نکردم، به حجرم میرفتم. خانم تولی چی گپ شده است؟ یاسمان تو ما رو گوش کرده ایستاده ای؟ من به آقای اکرم داروهایش رو بردنی بودم. شبی خوش. یا خدای توبه، شما به جای من او رو گوید. او رو همیشه از کجای پیدا می شود؟ او بسیار از خود رفته است. کمی دیگر مانده. شما چی ها میگویید؟ نمیفهمم. نفهمیدنت خوب است. هیچ چیز نیست. هیچ چیز. ای مادر، حاضر ایمان باید چخیل نکاح کند. از همه مهم در نکاح در بین هر دو طرف باید که رازگی جای داشته باشد. آفرین هجری، ببین خطا نکردی. در حقیقت همش رو میدونسته است. خوب شد که مرا شرمنده نکرد. حلالت باد هجری. هجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شکر. یا توبه، خدای توبه. یوف. رسم را روان کرده است. فرض کردیم که کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگردان. این چی کار است؟ کالتاکیلاس، اگر نمی مردی فقط از تو می دیدم. به خانه کنعان بغیر از کالتاکیلاس کی در آمده می توانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کالتاکیلاس، کالتاکیلاس. حیاتم چی شد؟ همیخیل، یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کالتاکیلاس گفته ایستاده باشی. ببین، یا که از کالتاکیلاس گفتن خوشت میآید. میروم. نیش کم، این چی علاقه دارد؟ این ناممکن است. وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفتی که در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شیرینم. شبی خوش. شبی خوش جانم، شبی خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از من روان کرد. این چی است؟ از این فکرها عقلم را گم میکنم. اوف اوف اوف. اونال اچاقم کن. تمام جانم، تمام.
این خوب کشی نشد، این بلا شد یا توبه. ای شوکت، این چه خیلی خروس زنی است، مثل گسلا خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت بکشه که تو رو به اینجا آورد شوکت. شما هم دیگر رو نمیگیرید. چرا نمیگرفتم یزنا؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کارتکیل است. چی؟ تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. این آدم خواهر مرا مجبورا نکاح کرده است. جوابش رو بدهد. چی گپ است؟ شما مرا چی کار